سلام دوستان، حالتون چطوره؟ من میردوجره هستم. خوش اومدید به اولین ویدیو. اولین که نه، حالا قاطی کردم اشتباه گفتم. به قسمت سوم مانکر سوروایول. به نظرتون رو چیکار کنم؟ بیس خوب بسازم؟ آره، بزن بریم. خب، اوکی، بزن بریم. میام میام میام. چه چوبی باشه ازم، یه سنگی حکی بشون. پایه های چوبی میزنم، بعدش سنگی دو طبقه میزنم. جا بشن، جا بشن. اینجا خیلی خورده میرم چوب بکنم. این توی چنج یه دفعه نشدیم دومی روی ما نیاد. ویدیو اون صرف میکنه خدایش موندم. یه خیلی خوبولی خوشگلیم هفت مالوه منی دیگه. ها نگو دیگه، شم نمیم. دوست دارم بهت بگم خوشگلی آخه اخ مالوی خشنی. کجام خشنه؟ یکم صدام کنم خب من که اخ مالوه میبینم خشنه. زر نزن دیگه، زر نزن. اخ مالوه قشنگ که نیستم. خب، خونه سنگی و چوبی ساز چیز خوبی در میاد و بعدش میریم دوباره چیز دایمن داریم. ولی خب منطقه پرتیه، قبول کنی اینجا پرت کردم، ولی واسه ماین و اینا ما که فعلا واسه داخل نیستیم. یه ویلیجر بلک اسمیت دارم پیدا کردیم. یه اینونتوری بزنیم 16 تا چوب خوبه واسه 4 تا ستون بریم. اول دیواره و ستون ها میزن، بعد میرن سراغ سقف. خوشگل تر بشه اینجوری جزئیات بدیم. دراشم میرم از همون چوبا بندارم، از این چوبای چی بود اسمش یادم نیست، به درد نمیخوره این بره. کفش هم خودم میسازم، یعنی سن بکنم. آیرون هم که یه چند تایی داریم فعلا. حالا بعدن که پیشرفت کردیم فارم آیرون هم میزنیم، تریدینگ کال هم میزنیم، تا فارم ویلیجر هم میزنیم که بچه ویلیجر اینا زیاد شه و بزرگ شن و آخر ویلیجر. فارم آیرون هم من چون تنها حالا فعلا زیاد لازم نیست، مثلا در حدی که مگا فارم چیز باشه، مگا فارم آیرون باشه یا چیزی باشه لازم نیست. میخوام مثل همون بدراک بسازم ببینم اونطوری که من تو بدراک ساختم کار کرد، تو اینجا هم کار میکنه یا نه. بعدیش اینه که به کلی آهن و اینا هم ریل و آهن و اینا زیاد نیاز دارم. چوبی رو مصرف کنم کلای آهنی دیگه نمیشه دیگه. خود سنگ میخوایم یا عالم هم میخوایم، حالا میخوردم نمیشه. بعد من مثلا طرفدار مهدی بیزیکسر بودم، تبلیغ نمیخوام بکنم ها، میکنم. برید حالا ویدیوهاشون رو ببینید، خوبه من نظر منم. اگه دوست دارید سه تا روانی پیش هم رو ببینید، ببینید چی کار میکنن و اینجوری هم چجوری هم نگاه کنید. حالا من نظر منه. خنده دارم مثلا اگه طرفدار فان و گیمید حتما برید سمتشون، چون دیگه مجبورم خدایی ندارم. اگه طرفدار فان و گیمید حتما برید یه سر بهشون بزنید. حالا ما هم فان و گیم هستیم و من فعلا چون هزینه نتونستیم بکنیم و من خودم با پول خودم اینا رو خریدم وسیله شد، چون هزینه نتونستیم بکنیم نتونستم مثلا یه نفر دیگه بیارم. من میتونستم حتما داداش کوچیکی من می آوردم. یه خونه 5 در 5 میدم. یک دو تا سه چهار پنج تا. خب حالا لاگا رو بردارم. آخه ببین خودش انیمیشن این که هستش اینجوری میشه. این خیلی باله ولی خب نگاه کن تو جاوا باید اینو بذاری اینجا، ولی تو پیدای دو تا کلیک میکنی میاد. یعنی که مثلا یه دونه میزنی روی این، یه دونه میزنی جا به جا. حالا تو جاوا باید خودت بزن جا به جاش کن. خیلی جالبه.
راستی یادم نبود نقشه گنج دارم. خب ما کجاییم؟ ما تو گوشه نقشیم. بذار خونه رو بسازم، بیسمو بسازم. گنجم میریم، حتی گنجم میریم. خب یه چوب اینجا میخوره. وای دیوس یه بگم برو نمیری. تا میام سمتت میری. خب، یک دو سه چهار. راست اونم یکم بزرگه، فضای داخلیش 5 در 5. ولی خب البته بیس اولیه چیز خوبیه. را ببینیم چی میشه. ولی خب خدایش از جابا هم خوشم میاد، هم بدم میاد بگم. خوشم میاد بخاطر چی؟ بخاطر اینکه همه چی توش ساده تره، همه چی توش زودتر میاد، رایگان تره. مثلا تو میری واسه یه دونه بلاک مات بریزی، میبینی پولیه، فلانه. ولی البته برنامه‌ای هستن هم رایگان میدن دیگه، اینو نمیشه انکار کرد. و شیشم دارم، ولی خب سندشو حالا دوره بعدا میسازم. چرا تخت دارم میکنم فعلا دیوارا. چرا تابستون من لازم دارم اصلا مثلا 2 طبقه بزنم. الان تو خونه اولم. بدو بدو بچه برم خودش دنبال گنج. برم. هستید برم. خدایش هستید. حالا بچه یه چی بگم، من این ویدیوها رو خب چیز میگیرم، در این حد بگم مثلا تولیدی طولانی طور میگیرم. مثلا چه جوری میام یه دفعه مثل الان 3 4 تا ویدیو درست میکنم. 3 4 تا ویدیو رو که توی روز درست کردم چیکار میکنم؟ بقیه‌اشو ذخیره میکنم. ذخیره که کردم چی میشه؟ معلومه دیگه. ذخیره که میشه هی تک تک به ترتیب واسهتون میدم بیرون. اینجوری هم من وقت دارم، هر موقع نتونستم ویدیو بزنم ویدیو شما دارید. چرا؟ چون ویدیو ذخیره طوره. ولی خب مشکلش اینجا کامنته. بعد من کامنت ها رو چجوری انجام میدم؟ معلومه. کامنت این ویدیو اول رو برمیدارم تو ویدیو 4م استفاده میکنم، یا 5م یا 6م. فهمیدید؟ یه سیستم کامنت ما اینجوریه. مثل بعضی نیستش که تک تک ویدیو بدن. الان مثلا جنگ شد، خیلی اصلا ویدیو نتونستن بذارن به خاطر تحریم و اینا. ولی من بعد فیس ریویل شما نه تنها ویدیو هر روز ویدیو دارید، بلکه تو 2 تا پلتفرم دارید. حالا فعلا من بچه‌م یکم نمیذارن اینستا داشته باشم، وگرنه تو اینستا هم واسهتون فعالیتی چیزی داشت. خب اینجا هم چرا این عکس البته مهم نیست، میگم دورش دیگه دیواراش. ولی خب بهتون بگم قراره افراد جدیدی هم بعداً بیان. من حتی اینو ممکنه تو لین بازی کنم با پوجا و لانچر. داداش کوچیکمو بیارم. داداش کوچیکمو که بیارم و بردم، اونم بیاد مثلا تو اینجا با هم دیگه تو روی لین بازی کنیم. اونم آخه یکی بگم یکم زیر روی دعوامون هم زیاده میکنم. اونو بیارم چیز خوبی در میاد. چرا؟ چون وقتی جر و بحث بیاد و مسخره کردن و دعوا و اینجور چیزا معمولا
مخاطب بیشتر میپسنده یه سری مخاطب. حالا ما دو طبقه نمیزنیم، یه طبقه میزنیم. من حالا تو خونه تنها توی حالم نشستم، یکم چیزه خوف انگار میترسم. پشت من چیزه رو پلس و یه دونه اتاق وحشتناکه یکم واسم، چون من معمولا تخیلم زیاده. بعد اینم بگم که سر این تخیل زیاد از یه سری چیزایی که الکشین هم میترسم ها. نه که ترسم ها، ببین یه موقعی خوابم میاد یه دفعه میام میبینم یه چیز جلو، بعد در اون لحظه نمیدونم چیکار کنم. در این حد بگم مثلا تبعون بزن اینجوری میشه. و بالای اینجا هم یه شیرگونی میزنم، اینجا راه جای چیزشه، بهش خوشگل شده. پایینشو مثلا بکنم این کاملا سنگ بذارم. این هستی این حالتی مثلا نه این حالتی رو خوشم نمیاد، اما بهتره این بیشتر چوب بکنم، یه چهارتایی بکنم. بعد که کندم بیام این باقیشو اینجا استفاده کنم. خب بله. ولی هیل کردن خیلی ساده است اینجا، خیلی. تو بری تو بدرا هیل بخوای بکنی که درت در میاد. سر هیل کردن ممکنه چند بارها به فنا بری، ولی خب سیستماشون فرق داره، پلیرشون فرق داره. بزن ترکیه ها من که خیلی منطقی، من چیزی نیستم تا اونجا میرسه. خدایش موندم. بچه اینم بگم شیدر نمیزنم چون لپتاپم فشار میاد بهش. حالا با اینکه به نظر خوب میاد ولی خب اهل شیدر نیستم. مانکرافت معمولی بیشتر میپسندم. البته شیدر هم دوست دارم و میگم بیشتر میپسندم. یعنی توی معمولی ترین حالت دوست دارم بدون شیدر بازی کنم. ولی بارها شده شیدر رو تست کنم، خوشم هم اومده. ولی چون فشار می آورده واسم چیز بود، اذیت کننده بوده. بعد بهتر مانکرافت هم میذارم و نگران نباشید. حالا فعلا این اولین ویدیو سوروایوله، بهتر هم واسهتون میذارم. بعد اینجوری حرف میزنم انگاری که دارم با 500 نفر حرف میزنم ها، در حالی که نه، یه نفرم به زور ویدیو منو ببینه. ولی ترجیحم اینه که از اول اینجوری باشم تا چی بشه. اینجا پر این در بود ریدم که رو همین رو اینم بگم که این در باشه بهتره. همون گوشه میزنم شیبونی. خب بذار برم شیبونیشو وسیلهاش از اونجا بردارم شیبونی بسازم. حداقل 4 تا لاگ احتیاج دارم. آسون رو 4 تاشو من دیگه همش میگم لدر چرا کردم ول کن. هم چقدر یه دونه میکردم کافی بودا. ریدم که ای کاش برگشتنم داشت، ریورس داشت، حداقل یه دونه ریورس میزدی برمیگشت عملیات هایی که کردی. ولی خب خونم خوشگل شد دیگه، خدایش قبول داری. حالا فعلا که با هیچی دارم میزدم، فعلا هم ببینید من تا یه چند وقت دیگه شاید هم مسافرت برم، ولی نگران نباشی ویدیوهاش کی میکنم. برم یه خورده چوب بکنم
اون چوب بکن دقیقا زیر شیرینیشو چوبی کنم. خیلی چیز جالبی در این ویدیو کلا الان داریم بیس میسازیم. بعد بیس قرار چیکار کنیم؟ بله، قرار بریم گنج پیدا کنیم. عملیات گنج 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 گنج. ولی خدایش این فامیلی گذاشتن خیلی چیز جالبی بوده. مثلا گفتن باقریان. چجوری گذاشتن؟ معلومه دیگه، یه باقر بوده طرف، یان یان بوده. گذاشتن باقریان. بعد گنجی چجوری برچی گذاشتن؟ یعنی گنج بوده طرف. یعنی اهل گنج بوده اون موقع، مثلا گنج منج دوست داشته، بهش گفتن گنجی. م؟ خیلی چیز جالبی فامیلیا. ولی خب ویدیو معرفی رو دیدید که خیلی خوب نبود اینا، چون با چیز ضبط شده بود، اسکرین رکوردر. دم خوب در نیامد، نتونستیم تنظیمش کنم توی کیفیت باشه، تو اون کیفیت باشه. اما اینو خوب واسهتون تنظیم کردم، واسهتون فول اچ دی 60 فریم تنظیم کردم که حداقل بازی رو خوب ببینید، نه اینکه انگار یه ویدیو باشه من دارم آروم رو راه میرم و نیت هم نداره. میگن تاثیرش کمه، یه سری ها میگن تاثیر چرت و اینا، FPS اینا تاثیر نداره. ولی خب کی گفته FPS و فریم و همه اینا تو کلا گیم تاثیر داره. فکر کن قدیما میگفتن چی میشینی بازی میکنی چشات ضعیف میشه، مغز کوچیک میشه. اما حالا دانشمندا که فهمیدن که گیم های اکشن، استراتژی، همچین بقا حالت مثل ماینکرافت خیلی توی چیز تاثیر دارن، توی سلامت که نه، توی یکی یک دست بودن عملکردهای مغز و چیز، مغز و دست. یعنی همون مغز دست رو میده، دست همونو میگیره، چیز دیگه ای نمیگیره. شب هم شد، یادم میاد از این شب میخواست چیت بزنم ولی نمیزنم، چون اینجا از ویژن نمیزنم چیت بزنی. بگیر بخواب بابا یا بچه من باور کنید یه سری با یه کیفی پاسه روبرو شدم که اصلا وجود خارجی نداره. خودش خودم هم موندم اون سری چجوری شد که من این اتفاق واسم کنید. من پشتم به در بود، صدای بسته شدن در اومد بدون هیچ ویلیجری. یعنی تو اون لحظه گرخیدم. بعد چجوری شد معلومه، یه دفعه رفتم سمت یه فارمم، اون فارم دیدم مثلا عادیه. بعدش تا خواستم بیام بیرون، یه دفعه زرت یه چی بغلم ترک. حالا میدونم ممکنه کریپر بوده باشه، ولی این احتمال من میدم چیز باشه، یه چیزی باشه غیر از اون. ولی خب توی چت میاد دیگه من بخاطر چی مردم. هیچی نیومد. یعنی خودم هم موندم، پشمان خودم هم ریخت، پشمان خودم هم ریخت. من اصلا توی کار نشستن و اینا کلا ضعیف، ولی تو بدراک واقعا من میدونم کامپیوترم چیز داره، دستم درد گرفت یکم، خیلی وقت طولانی بازی نکردم. یکم بیا این ور بشین، بیا عقب بیا عقب، بیا 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 بیا. نیفتم 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 نیفتم.
ولی خب من مشکلم اینه، من یه دونه داداش دارم، من چی کوچیکه. بعد کوچیکم که هست زر زرو هم هست. یعنی دروغ نمیخوام بهتون بگم، زر زرو هم هست فوق‌العاده. یعنی بیارم تو ویدیو یه سر به زر اون میاد، نه حرفای من. میکروفونو بدی دستش، یعنی بذاری به یقش، یعنی کنان صدا میاد. ولی نگاه کن الان یه ذره غذام پر شد، بلافاصله هیلم بر و تو بدراک بود. 5 ساعت طول می‌کشید تازه 4 تا قلب پر شه. تا اونم پر میشد، زد یه دونه تیر کمون دست یه اسکلتون میدیدی که داره تق تق میزنه. من بگم اسکلتون بدراک خیلی خرکیان. یعنی تو فول آرمون ندرایتی باشی با فول این چند، نمیتونی اونو بزنی بکشی. نمیتونی که در حد از تا بزنی بکشیش میکشته. چجوریش هم نمیدونم، چجوریشو من نمیدونم. یعنی انقدر خرزوره دیگه خداییش. من میگه حرفی ندارم در موردش، ولی خب من میگم شبیه ویلیجرها شد. خداییش قبول دارید سلیقم ویلیجریه. وای چقدر چرت و پرت میگم. آخه چقدر خونه زیشته، توش نداره. ندارم، دوست ندارم، خونش زشته. اه بدم میاد، خونه بده. زهر نزن، همینی که هست. سلیقم همینه. مشکل داری؟ مشکل داری؟ مشکل داری؟ اگه مشکل داری بگو، کسی به چیزی نمیگه. کسی به کاری نداره، با کاری نداره، به چیزی هم نمیگه. شو ویلیج خونه ویلیجری شد. خونه ویلیجران در سایز بزرگتر البته زشته است. یکم بزن بریم. بچه این ویدیو اگه میرسیدیم حالا مثلا نقل مکان کنم. میشینی چرا دستم میخوره به چقدر ایشتی تو شد. خوبه باز، زیاد نیست وسایلش. اون چرت و پرت هست. یونیتی منم اینا رو نداشت. سگ نداشت. این پشتم چست افتاده میریم توی خونه نقل نمیکن. درشون خوشگل نیست، هم درم اینجا بس. در جدید اینکه اینجا اسپان نشن. اول بسم الله بزن. یه دونه تورچ میزنیم. بچه این چیه؟ این در واقع کمپایره واسه زغالا. اگه این زغالا ویلیجر رو میخریدن، بدونید دیگه لازم به فارم آهن و از اینجور چیزا نبوده. چرا؟ چون شما هی کمپایر میساختی، هی یا هی میساختی و چی میشد؟ معلومه دیگه، هی کمپایر بساز، خراب کن زغال بگیر، خراب کن زغال بگیر، خراب کن زغال بگیر، خراب کن زغال بگیر، خراب کن زغال بگیر. من کجا بذارم؟ میذارم اینجا جای توی یه ستم بکنیم. یه در میخوام، یه در، یه در خوب. در آهنی نمیخوام، در شومی.
چونی گذاشته اینجا بکن بابا. من فعلا چون روز اولین دفعاتی که دارم بازی میکنم یکم موسم ضعیفه، مثلا با موس راحت نمیتونم کار کنم. یه چوبی هم آسیانه دارم نمیخوام. اینم اوکل اوک سر این تلفظ چه مشکلی بگیم یه این حالتی این تبر بکن بفرم. اینم از خانه ما خدایش یه خونه ویلیجه خودم هم قبول دارم خونه ویلیجه خونه. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم هر جایی که هستین حالتون خوب باشه. فعلا